سلام دوستان، خوش ناچار هستم و امروز میخوایم با کینگ بامداد 99 شب در جنگل را بازی کنیم. سلام دوستان، کینگ بامداد هستم. خیلی خوش اومدید یه ویدیو جدید به خفن. امروز اومدیم که با خورشید 94 بازی 99 شب در جنگل رو بازی کنیم. من خودم یه پارت از این بازی رو رفتم و چون اون ویدیو 3 تا لایک گرفت و من بهتون قول داده بودم که اگه یه دونه لایکم بگیره من پارت های بعدیش هم میذارم و اون 3 تا لایک گرفت. پس پارت های بعدیش هم قراره بیاد، منتظرش باشید. خب بریم که شروع کنیم. خب آره دیدم دارم میبینم. خب بیا واسه که اینا خالیشه. خب بیا یه سری بیا این تو. باید دارم میام. کجا اینجا؟ بیا بودو. دیدمت. خب باید چی بوشه؟ آره حواسم هست. میگم اصلا بندرم بازی ترسناک نیست. نصفانه اشتباه فکر آخه جوازه سراغ منم اومده. اصلا ترسناک نیست. یک موجود دهنگشاد با چشمای قلمبه. اصلا ترسناک. یه طرفی تو بازی من نیومدم. منم اینجا. خب دارم میبینمت. خب من میرم چوب جمع کنم. باشه؟ اون بکشم ایتو. بار چوب بکنم. چوب میکنم برای شب. باش. بعدی این بازی اینه که خیلی زود شب میشه. اصلیش همون شبشه. یه ذرم ها وقت بدم ما یه چوبی چیزی بکنیم دیگه. خب دیگه با اون سری کار کنی که میگم نمیتونم چیزا رو بذارم تو آره دیدم یاد گرفتم. این زقاله هم بردار. اینا هم خوبه. باش. خب اینجا مشاهده میکنین که شب نکن. بیا چوب جمع کردی هرچی جمع میکنی بیار بریز کنار آتیش. باش. نریزی تو آتیش رو بیار بریز اینجا که من چند تا چوب و گوشت و زغال ریختم برای ذخیره. باش. من الان هم کیسه پر شد دارم میام میریزم اونجا. بریزم اونجا که آیتم ریختم. باش. بعد وقتی که شب شد چجوری بریزم؟ این بزن. خب بازم تو برو خرگوش ها رو بکش. باش. تو من چند تا خرگوش نزدیکمه. چوبا رو بردارم. ندو. چقدر چوب داری. آره خب کمه. تو خرگوش ها رو بکش من چوب. آره دارم میکشم. الان فعلا 3 تا گوشت خرگوش جمع کردم. 4 تا کمه. میدونم هرچی ما جمع کنیم بازم کمه. من سپلینگو بردارم بیام بکاریم. باش بردار. من فعلا یه خرگوشم پیدا کردم. نه یه نفر گم شده اینجا. شب داره میشه. شب شد. بیا من اینا رو میریزم اینجا. تو چوبا رو بردار. چوبا رو. باش. نه خودم میزنم. ریختم تو آتیش بدونشونو. ناکو من پای خرگوش پیدا کردم. حواست باشه اون نندازی. اون برای چیز استفاده میشه. این زغاله رو بردار. باش. من ریخته میشه. خب. خیلی خوب شد. آره شد لول 2. عالیه. تو اینم چی میتونیم کرافت کنیم. این مپ کرافت کنیم. یه مپ من بسازم. باش. فقط چوبا رو هدر ندید چون آتیش هم کنم داره خاموش میشه. تو چوب بریز توش. الان نپر. واقعا خاموش نشده. چوب بریزم تو این. یا وقتی هم آتیش روشنه گوز نمیاد. نه خوبه. من این مپ بسازم. از مپ. خوبه. چقدر دوره کوچیکه. چون که هر وقت که ما لول اینو بیشتر میکنیم، لول آتیشو که بیشتر میکنیم دنیا اونم بزرگتر میشه.
من یه وقتی صبح میشه درجا نمیتونیم آتیش رو خاموش کنیم. نه چه بد. برم بیرون. نه الان گوز میندازه دنبالمون. تو نیایا. نه من نمیام. عجب فیلم سینمایی خوبی. من غذا رو بپزم. غذا فعلا نمیخواد، هنوز زیاد گرسنه‌ام نشده من. حالا مهم نیست. صبح شد. یعنی خونه اونجاست. من برم دوتش کنم. تو برو چوب بکن واسه روز بعدی. میگم چند تا خونه اینجا هست. نه واسه باز شدن مکان توشون لوت هست. تو چوب بکن. ای نه من گوشت خرگوش رایگان پیدا کردم. چقدر عالی. خیلی مهم نیست. تو بیشتر چیز کن. باش ولی گوشت خرگوش رو بذار بیام بندازم اونجا. ایروسی چی؟ بیسو. چی شده؟ ما 2 تا پای خرگوش داریم. خب یه دونشو بردار بر خودت. باش. کجا بذارمش؟ من اینو بردارم. پیچه رو. آب گرفتمش. بریزمش تو این. منم دارم میرم چوب جمع. میگم این درخت بزرگا نمیتونم بکنم. نه اه. من ببرم. میگم این درخت چسبه به این درخت بزرگه. نه اینو بدم به این که پا خرگوشه. بولد فلش رایت. میگم این چیز فکر کنم من رو زد. چیزو میدونم. من کیفم لول آب شد. میگم فکر کنم من دمیج خوردم. بیا پا خرگوش بردار تو. بیا بده به این مرده. باش الان یه دونه این الان پا ولفلت میخواد. ببین ما واسه هم ولفلت میخواد. نمیدونم الان نگاه میکنم. نصب کن. من برم اون ای خونه واسه رو پای کنم. خرگوش هم اومد اینجا. تو چوب بکن فقط بیار بریز اونجا. ذخیره کن برای شب. باش میگم پا خرگوش هم میندازم اینجا من پیش این میزه. باشه بنداز. او پول. همون واسه من پای خرگوش میخواد. بدم بهش. آره بده بهش. به ناگو برو. نه یا تو این برو پیش اون. نه اینکه پا خرگوش نیست. چرا پای خرگوش دیگه؟ نه بابا. این پا خرگوش نیست. هر موقع شب شد بگو من بیام. خب فعلا شب نشده. پول بردارم. پول داشتیم. منم دارم بیرم دنبال چوب میگردم. اولد رادیو. چوب رایگانم پیدا کردم. آفرین. یه رادیو مادیو هم باید برداریم چون چرا؟ چون اسکرپ میگیریم. با اسکرپ هم میتونیم آیتم بسازیم. چی باش گرفتی با اون پا خرگوشه؟ همون پا خرگوش بر نداشتم. صبر کن داره شب میشه. بیا اینجا. باش فقط یه دونه چوب جمع کردم ولی چوبامو زیادم بستن واسه یه شب. آره بسن خیلی کمن. این ورم هست هنوز. اینا ورک بنج میدیم ارتقا بودیم. نمیدونم. نه ارتقا ندیم چون چوب کم نه ارتقا نمیدیم. چوبای بذار این زغاله رو بریزم تو این دیگه این کلش پر میشه. حالا کلش پر نده. خوب فیلم خودش دیگه این آدمو این گوزنه رو میپرستن. انگلیسی بلدم. انگلیسی بلدم خودم میدونم. من چوبا رو بردارم باشون میخوام ورک بنچ ارتقا بدم باش بتونیم آیتم جدید بسازیم. آنا باید بریزیمشون تو این راستی. نگاه رو اون تابلوه نمیشه یه نفر گم شده. آره میدونم. خب حالا چیکار کنیم؟ این غذا فاسد میشن اگه نخوریشونا. بذار میخورمشون. و فریزر بسازیم. من الان چیز برو کلی چوب بکن. الان نصف شب. صبح شد. نه صبح نشد.
میگم فکر کنم غذامون تموم شدن. خوب فقط یه دونه داریم. بریزش تو آتیش. باش. چجوری؟ آها با این. خب خوبه. پخید. تو الان آدمت خیلی گروس نشه؟ نه پس من اینو میندازم اینجا فعلا. خب صبح شد. من میرم چوب میکنم. برو تا میتونی چوب بکنم. باش. فقط یه بازیم لگ نشه. که باز میگم. لگشه مشکل خودشه. آره. میگم رو زمین کلی هویج هست بکنم بردارم. آره بابا اونا خیلی خوبن. میگم من تو هویج بردار من چوب میکنم. نه من میخوام لوت کنم. منم میخوام. کنیم میتونیم اسکرپ برداریم بیایم آیتمای بهتر بسازیم. آره. فریزر یاد باشه حتما او بسازیم. کلی اینا برداشتم. آها خوبه. حتما یاد باشه فریزر رو بزنیم چون غذامون نابود میشن اینجوری. میگن هویج تو این بازی فاسد میشه. بیا پیش من بودو وایسا چرا حالا؟ کلی چرا خوبه پیدا کردم. هورا دارم با نهایت سرعت هم میام. من بیننده ها دارم میبینم من با چه سرعتی دارم میام. چه سرعتی واسه این بازی گذاشتم؟ من اصلا تو کجایی؟ تو هم خونه خوشگله ای؟ سفیده؟ تو اون درازه. آها کدوم یه دراز؟ برجیه. تو دراز هست. یه برجه. دارم میام. بیا دارم میام. یعنی 2 تا برج اینجا هست. اون زرده. آها باش. یه گور پیشش هست باشه. آها بسو خوب نگاه کنم. اومدی بیا. بیا برو بالاش. چرا؟ برشه خب چه تبر خود بگیر دستت بعد بزن رو گزینه تیک. باش. او اینجا رو نگاه این بدبخت گیر کرد اینجا بکشیمش. آخه اومد پایین. میگم شب بشه نابود میشم. بذار بیا همونجا خود بریم چراغ قوه بده. چراغ قوه یا خدا اومد من دارم میمیرم. چرا؟ الان میام. اگرم بمیرم تو میمیری. چرا؟ من دارم بودو تشریف میارم. گرگ تا اگه خیلی بودم ولم میکنه افتاد دنبال تو. نه برو فرار فرار کن. نهایت ذرت همه دیگه. نه الان میرم اینجا دیگه راحتم. میکشد. نه نمیکشم. چرا میاد میکشد. فقط نیفتم فعلا یه برم چست. یه چست پیدا کردی لوتش کن. من چراغ قوه دارم. تو چند سو چراغ قوه داری؟ یکی بیشتر نمیتونی. خیلی سخته بال رفتن این پله ها مخصوصا تو موبایل. یا خدا داره شب میشه. بودو بیا چراغ قوه هم خوبه حالا داری. یا خدا آتیش کمفایه تموم شد. که هی الان چوب میندازن توش. واسه این چوبایی هم که جمع کردم بریزم اینجا. مثل به سرعت دارم میام. آفرین. یا بودو خدا سری بیا. شب شد چراغ قوه رو بگیر دستت. دارم نور چراغ قوه رو میبینم. بیا فیلم داره نشون میده. خیلی یه راست این باتری داره من دارم باتریش تموم میکنم. آخه میگم حالا چرا اینا آخه میگم چیزی میتونیم شارژش کنیم. نمیدونم فکر نکنم بشه شارژش کرد. خب دیگه اینقدر روشنش نذار. چرا روز نمیشه. نمیدونم دیگه چرا نورش سبزه. نور چی؟ چراغ قوت میگی روشنه؟ آره روشن بود. خاموشه بابا. روشن بود میگم بود. میگم نمیتونیم بشینیم. نه نمیدونم شاید باشه. آدم من خیلی گرسنه. من اینو میخورم. نه نخورش. چرا؟ چون که من گرسنگیم تکی. باش خب بگیر. انداختم اینجا. چرا این روشن میشه؟ من نمیخوام این بگیرم دستم. هیچی نگیر دستت. من برم هیلور بیارم ما رو بخوره.
کجا میری؟